خانواده عبداللطیف شریفوف راننده یاری تاجیلی در بیمارخانه شهری اسفره که هنگام اجرای وظیفه‌اش از ترکشی موشک مینامیات به هلاکت رسید 4 روز باز ماتم دارند. دو پسرش که 3 سال باز در روسیه مهاجرند نتوانستند در مراسم دفن او اشتراک کنند. پیوندان میگویند تن عبداللطیف سخت پاره شده بنااً در دفنش شتاب کرده شد. از او خاطره ها ماند. و کسان حسی ترس نبود و کس همین برابری کمانده شدن و کس رفتگی همین ساعتی 7 یا 7 و نیم بود به فکرم همین با برابری فرمانی سرطبیب و رفتگی پدرم گفتی خودشان اون رنگی که بیانی و چه قسم میخورد چه دل دادگر یعنی خیلی بودم. در روز حادثه هم او توانسته است که چندین زخم خورده را از منطقه داغ به بیمارستان آورد. ولی دفعه نوبتی نقلیات وی هدف موشکپرت‌های قرار گرفته خودش کشته شده و 2 نفر دیگر که در نقلیات او قرار داشتند جراحت‌های وزنین برداشتند. از بس که موشک مینامیات مستقیم به ماشین برخورده است، ساکنان میگویند که او را قصداً هدف گرفتند و معیارهای قاعده‌های جنگ مسلحانه رعایت نشده است. ساکنان و چندی از فعالان شبکه‌های اجتماعی طلب دارند به او جایزه دولتی داده شود یا محله را به نامش گذارند. از او 3 فرزند و 6 نبیره باقی مانده است. پسرانش میگن اگر به روسیه میرفت حالا شاید زنده می بود. ما اونجا گفتم بیاید داکومنت کنیم پاسپورت کنیم خیلی خوب پنسای ند میبرد آینده گفت که نه نمیتونم رفته برای که اینجا کارای من جواب نمیدهد نرفت. اگر میرفت همین حادثه نمیشد. خیلی همش در دست پروردگاره. اگر میرفت ما همون داکومنتی بام میشنیم و همونجا میموند حاضر. عبداللطیف شریفوف بیش از 10 سال عمر 62 سالش را صرف خدمت به بیماران و فوتیدگان کرده است. مثال قهرمانان کرامی خواهر که من تنشم گرفته من میق نگاه بین کننده این هم تو پناه ما بچه هاش نگاه میکند و کاری کرگی همون بچه هم مثال من شاورش خواهرم پیسه ببرورم نفقه ببرورم دیگه اکو مثال حاضر همین 4 روز مایلت نگاه کنه این پرتفته همه میره تنها میمون. زد و خورد مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان شام 27 ینور پس از آن روی داد که مقامات دو کشور یکدیگر را به راهبندی گناهکار کردند. بعداً دو طرف نیمه شب گذشته درباره آتشبس کامل در مرز خبر دادند. طبق این موافقه هر دو جانب نیرو و تکنیک‌های اضافی را از مرز بیرون میبرند، شاهراه بادکن اصفهان را میکشند و در مرز پاسبانی مشترک تشکیل میکنند. سبب مناقشه و دعوا و خونریزی بیشتر از 500 کیلومتر مرز تعیین و علامت گذاری نشده تاجیکستان و قرقیزستان است. دو طرف در مدت 30 سال نتوانستند در این مسئله به موافقه برسند. جنگ و دعوا هم اساساً برای زمین، راه و آب و منابع طبیعی سر میزند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.